کاسب عزیز، تو کار دزدی نکن. من عددی نیستم بیام نصیحت کنم یا بگم فلان و فلان، اما به خدا دزدی کردن فقط از در دیوار مردم بالا رفتن نیست. 4 روز پیش یه مشتری عزیزمون یه کفکش اسپیکوی به همین شکل و شمایل برامون آورد. سیمپیچیش سوخته بود، کاراشو براش انجام دادیم، رفت امتحان کرد، رضایت گرفت و خوشبختانه کارمون به خوبی جواب داد. دیروزم این اسپیکر رو آورد بهمون، گفت آقا 3-4 ماه پیش رفتم پیش یه اوستاکاری به من گفته سیمپیچیش سوخته و 7-8 میلیون خرجشه. حالا من نرخ تعیین نمی‌کنم، کاری ندارم، زیاد گفته زیاد نگفته، ولی اینقدر خرجش نیست. گفتم آقا چشم، اینجا بذارید من خودم باز میکنم ببینم مشکلش چیه، بهتون زنگ میزنم. ما کفکش رو باز کردیم، کلش رو باز کردیم، دستگاه تست زدیم، سیمپیچی کفکشمون سالم. با وجود این که خود اوستاکار قبلی، حالا اسم نمیبرم کیه، گفته آقا من باز کردم سیمپیچیتون متاسفانه سوخته. بعد از اینکه تست زدیم متوجه شدیم که کابل از قسمت خروجی که بیرون میاد دقیقا روی کله، از همون جایی که گلند بسته میشه اونجا اتصالی کرده و یکی از سیما قطع و وصل داره که گاهن وصل میشه گاهن هم کار نمیکنه و قطع میشه. بازم میگم من در حدی نیستم که بخوام نصیحت کنم، ولی آدم بعضی چیزا رو میبینه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. سعی کنین تو کارتون درست باشید. زنده باشید و پایدار.